سلام همه. امروز اومدیم ما هم با آموزش ساخت ویدیو با هوش مصنوعی یه روبونئو به صورت رایگان. خب اولین کارش میکنید برنامه روبونئو رو از برنامه فروشگاه پلی نصب کنید. بعد وارد اون میشید که باید اینجا داخل اون ثبت نام کنید. میتونید با اکانت جیمیلتون این کار انجام بدید که سریع انجام بشه. خب یکی از اکانت هایتون رو انتخاب میکنید و وارد هوش مصنوعی میشید. اینجا داخل هوش مصنوعی شما هم اول که وارد میشین 120 تا امتیاز دارید و هر روز به شما امتیاز جدید تعلق میده، یعنی امتیازاتی که تموم شده امتیازاتون دوباره شارژ میشه و میتونید استفاده بکنید. خب حالا اینجا برای ساخت ویدیو یه عکسی رو انتخاب میکنید، روی گزینه عکس ها کلیک میکنید و یه عکسی رو از داخل گالری گوشیتون انتخاب میکنید. مثلا من عکس این ربات رو انتخاب میکنم که تبدیل به ویدیو بشه. خب اینجا این عکس رو که انتخاب کردیم فقط کافیه واسش بنویسیم اینو تبدیل به ویدیو کن و بعد خودش واسهتون اینو تبدیل به ویدیو میکنه. بعد این رو واسهش میفرستیم، وای میسیم تا آپلود بشه و بعد براش میفرستیم. خب حالا که براش فرستادیم اینجا میگه که تصویر شما رو به یه ویدیو تبدیل میکنم، بگذارید فکر کنم. در حال تبدیل تصویر شما به یه ویدیو چون میگه 45 ثانیه صبر کنید تا به ویدیو تبدیل بشه. 45 ثانیه رو میریم جلو و این میشه ویدیوی ما. یه ویدیو 5 ثانیه‌ای واسه ما درست کرد که کیفیت خوبی هم داره. اگه از ویدیو خوشتون اومد و آموزش واسهتون مفید بود لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها بگید و حتما اگه دنبال اینجور آموزش ها میگردید ما رو سابسکرایب کنید. و شما میتونید با این هوش مصنوعی ویدیوهای طولانی تری هم تولید کنید که به خودش میگید و صحنه به صحنه برای شما میسازه.